با مرور مهمترین ها از یک خوش آمدین. قطر و ایران در یک تماس تلفنی در مورد تحولات و تنش‌های منطقه گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر خارجه قطر و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی آخرین وضعیت منطقه و راه‌های حل مصالحت آمیز بحران‌ها را بررسی کردند. در این تماس تلفنی آخرین وضعیت منطقه و راه حل‌های مصالحت آمیز بحران‌ها را بررسی کردند. در این گفتگو بر ضرورت گفتگو، کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تجدید درگیری‌ها تاکید شده است. همچنین طرف قطری بر اهمیت پابندی به قوانین بین الملل و تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرده است. دونالد ترامپ روز شنبه از آخرین تصمیم ایالات متحده بر کاهش نیروهای نظامی در آلمان خبر داد و گفت که بیش از 5000 سرباز این کشور به زودی از آلمان بیرون می شود. او در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که این تنها آغاز کار است و ممکن است شمار نیروهایی که بیرون می شوند بیشتر از این شود. با گفته ترامپ، این اقدام در چارچوب تنظیم دوباره راهبرد نظامی آمریکا در بیرون از کشور انجام می شود. تصمیمی که می تواند بر توازن امنیت در اروپا اثر بگذارد و واکنش‌های در میان همپیمانان واشنگتن را به دنبال خواهد داشت. گارد ساحلی یمن اعلام کرده است که یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی توسط افراد مسلح ناشناس در نزدیکی سواحل این کشور ربوده شده است. مقام‌های یمنی گفتند که بررسی‌ها برای شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده و تلاش‌ها بر تأمین امنیت مسیرهای دریایی همچنان ادامه دارد. این حادثه در حال رخ داد که در ماه‌های اخیر آب‌های اطراف یمن با افزایش تهدیدات امنیتی و حملات متعدد روبرو بوده است. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده است که فضل محمد حقانی با عسکر جلالیان دیدار کرده است. بر بنیاد این گزارش در این نشست درباره گسترش همکاری‌های قضایی میان دو کشور و آغاز دور تازه انتقال زندانیان افغان گفتگو و تبادل نظر داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که ایران برای پایان دادن به جنگ طرح تازه‌ای ارائه کرده است و واشنگتن در حال بررسی آن است، اما به گفته او بعید به نظر می‌رسد که این طرح مورد پذیرش قرار گیرد. ترامپ تاکید کرد که توانایی ایران در ساخت موشک باید به طور کامل از بین برود و هشدار داده است که در صورت هر گونه اقدام نادرست از سوی تهران واکنش شدید در پی خواهد داشت. در همین حال یک مقام ایرانی گفته است که تنگه هرمز تحت کنترل کامل ایران قرار دارد و بدون اجازه این کشور هیچ کشتی نمیتواند از آن عبور کند. پس از ارائه طرح 14 ماده‌ای از سوی ایران برای پایان جنگ و ادامه مذاکرات با امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به زودی طرح جدید ایران را بررسی خواهد کرد و فکر نمی‌کند که این طرح برای وی قابل قبول باشد. پیش از این رسانه‌های ایرانی گزارش داده بودند که تهران برای پایان جنگ یک طرح 14 ماده‌ای به واشنگتن فرستاده است. ایران در این طرح خواستار تضمین درباره انجام ندادن حمله دوباره خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌ها و پایان جنگ در تمام جبهات از جمله لبنان شده است. من پیشنهاد پسین ایران را در هواپیما می‌بینم، بعداً در موردش به شما معلومات می‌دهم. آنها درباره طرح توافق به من گفتند و حالا متن دقیق آن را داده‌اند. رئیس جمهور امریکا در بخش دیگری از سخنانش گفته است که می‌خواهد توانایی باقی مانده ایران در ساخت موشک را نیز از بین ببرد تا ایران نتواند دوباره قدرت نظامی خود را تقویت کند. وی همچنان با هشدار تند به جمهوری اسلامی گفته اگر ایران اقدام نادرست انجام دهد احتمال حمله‌های نظامی قدرتمندتر وجود دارد. من می‌خواهم توانایی باقی مانده ایران در ساخت موشک را از بین ببرم. اگر این باقی بماند، آنها دوباره شروع به ساخت قدرت خود خواهند کرد. بله، من می‌خواهم آن را از بین ببرم. اگر ایران رفتار بد کند یا اقدام نادرست انجام دهد، این یک احتمال است، بدون شک ممکن است.
در سوی دیگر سخنگوی ارتش ایران گفته که تنگه هرمز به گونه کامل تحت کنترل جمهوری اسلامی است و هیچ کشتی بدون اجازه ارتش آن کشور نمیتواند عبور کند. پارلمان ایران نیز اعلام کرده که کار روی یک طرح قانونی جدید برای مدیریت رفت آمد در تنگه هرمز جریان دارد. بر اساس این طرح کشتی هایی که با رژیم اسرائیل ارتباط دارند از عبور این مسیر مهم نخواهد شد. همچنان کشتی های کشورهای مخالف تنها در صورت میتواند از این تنگه عبور کند که خسارت جنگ بپردازند. یه راهبردی هرمز هست عزیزان، خیلی مهمه. من خواهش میکنم به این موضوع خیلی توجه کنید. ما از یک حقوق حقی برخوردار بودیم که سالها ازش استفاده نمی کردیم. هر کشوری دوست دشمن با عبور بی‌ضرر و با ضرر از تنگه هرمز عبور میکردن بدون اینکه توجهی داشته باشن. اما این جنگ باعث شد که ما به توان ژئوپلیتیکی خودمون، به توان ژئواستراتژیک خودمون پی ببریم و این تنگه را امروز در کنترل راهبردی خودمون قرار دادیم. سپاه پاسداران در غرب تنگه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه این تنگه رو با قدرت الان کنترل میکنن و هیچ کشتی چه دوست چه دشمن بدون اذن و اجازه نیروهای ما حق عبور نخواهد داشت. سخنان پسین رئیس جمهور امریکا با واکنش مقام جمهوری اسلامی نیز روبرو شده است. ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین گفته که تمدن در یک شب به وجود نیامده که در یک شب از بین برود. این بود از مهمترین های روز از یک. تا درود دیگر بدرود.